تو سال 1991 یه بازیکن جوون به آکادمی پارما پیوست. اون به عنوان هافبک بازی میکرد و پتانسیل های فوق‌العاده‌ای هم داشت. اما بعد از اینکه با نظر مربیش توماس نیکورنوش که خودش هم تو جام جهانی 1990 بازی کرده بود دروازه‌بانی رو شروع کرد، کل مسئولین و هوادارهای تیم رو شوکه کرده بود. فقط بعد از 2 هفته تمام اعضای تیم متقاعد شده بودن که اون بهترین گلر تیمشونه. موفقیتش اونقدر واضح بود که حتی خود بوفون هم تصورش رو نمی‌کرد اینقدر زود به تیم اصلی فراخونده بشه. گلر 17 ساله اولین بازیش رو تو سری آ مقابل آسه میلان به میدون رفت و تونست کلین شیت کنه و بازی رو همراه با تیمش ببره. بعد از اون خیلی زود کل اهالی فوتبال فهمیدن این اسم رو باید به خاطر داشته باشن: جان لویجی بوفون. اگه دوست دارین کتاب شماره 1 جان لویجی بوفون رو داشته باشین، میتونین از طریق اینستاگراممون تهیه کنین. آیدی اینستاگراممون رو هم تو کپشن براتون میذارم. اما برگردیم سراغ داستانمون. تو اون فصل 8 بازی دیگه هم انجام داد و به طور میانگین تو هر بازی 1 گل دریافت کرد. تو فصل دومش موفق شد به گلر اول تیمش تبدیل بشه و به پارما کمک کنه جایگاه دوم رو تو سری آی ایتالیا به دست بیاره و برای اولین بار تو تاریخ باشگاهش مجوز حضور تو لیگ قهرمانان رو بگیره. فصل بعدش جایگاه 5 رو کسب کردن و تو لیگ قهرمانان هم تو گروهشون دوم شدن که تو اون تایم برای رسیدن به مرحله حذفی کافی نبود. تو همون سال بهش لقب سوپرمن هم دادن. تو یکی از بازی‌ها که فقط 19 سال سن داشت، مقابل پنالتی رونالدو مریخی که تو همون سال توپ طلا گرفته بود قرار گرفت. بعد از اینکه پنالتیش رو مهار کرد، پیراهنش رو در آورد و زیرش هم یه پیراهن دیگه پوشیده بود که روش لوگوی سوپرمن حک شده بود. تو اون تابستون تو اولین تجربه ملیش مقابل روسیه قرار گرفت. اولین فصلش تو پارما واقعا فوق‌العاده بود و پورتو، اتلتیکو و مارسی رو شکست دادن و دومین کاپ یوفا تاریخ باشگاه رو برنده شدن. تو همون سال باز هم برای دومین بار از صد فیورنتینا گذشتن و کوپا ایتالیا رو برنده شدن. یکی از ارکان اصلی همه این موفقیت‌ها بوفون بود. پارما هم تونسته بود یکی از بهترین تیم‌های تاریخش رو با بازیکنایی مثل کاناوارو، کرسپو، توران و وران درست کنه. بوفون جایزه گلر سال سری آ رو هم تو اون فصل برنده شد. جایزه براوو که ارزشش تقریباً هم اندازه جایزه بهترین بازیکن جوون بود. بوفون 2 فصل دیگه هم برای پارما به میدون رفت و تو فصل آخرش به فینال کوپا ایتالیا راه پیدا کرد. اما اون بازی رو هم باختن و تو لیگ هم 4م شدن، ولی یک بار دیگه جایزه گلر سال سری آ رو برنده شد و حتی برای توپ طلا هم انتخاب شد. تو سال بعد بالاخره پارما به فروختنش رضایت داد و با 52 میلیون یورو به یوونتوس پیوست و تبدیل به گرونترین گلر تاریخ فوتبال شد. رکوردی که 17 سال طول کشید تا شکسته بشه. چیزی که جالبه اینه که بوفون تا 1 قدمی بارسا هم پیش رفت، اما در آخر تصمیم گرفت به خاطر پدرش تو ایتالیا بمونه، چون همیشه آرزو داشت ببینه پسرش قهرمان سری آ میشه. فصل اولش تو یوونتوس فوق‌العاده بود و آمار کمترین گل خورده رو نسبت به همه گلرهای سری آ ثبت کرد و هم برای اولین بار قهرمان سری آ شد و هم برای 3مین بار جایزه گلر سال سری آ رو مال خودش کرد. تو تابستون اون سال تو همه بازی‌های جام جهانی 2002 برای ایتالیا به میدون رفت که تو یه بازی عجیب و غریب با وجود اینکه یه پنالتی هم از حریف گرفت، تیمش توسط کره جنوبی حذف شد. دومین فصلش تو یوونتوس یکی از بهترین فصل‌های کل دوران حرفه‌ایش بود. اون سال براش با بردن سوپرکاپ ایتالیا شروع شد. برای دومین بار پیاپی سری آ رو هم بردن و باز هم بوفون آمار کمترین گل خورده تو سری آ رو به ثبت رسوند و مهمتر از همه اونها تونستن بارسلونا و رئال مادرید رو تو لیگ قهرمانان حذف کنن و پنالتی که بوفون تو اون رقابت‌ها از لوئیس فیگو گرفت تأثیر زیادی روی این اتفاق داشت. تو فینال به پست میلان آماده اون روزها خوردن. با وجود اینکه هر دو تیم تونستن موقعیت‌های گلزنی خوبی خلق کنن، در نهایت بازی با تساوی به پایان رسید
و کار به ضربات پنالتی کشید. باز هم بوفون عملکرد بی‌نظیری داشت و 2 پنالتی از میلانی‌ها گرفت، اما کافی نبود چون یوونتوس 3 پنالتی از دست داد و قافیه رو به آسه میلان باخت. این بار نه تنها بوفون جایزه بهترین گلر یوفا رو برنده شد، بلکه به عنوان بهترین بازیکن یوفا هم انتخاب شد. فصل بعد افت داشتن و یوونتوس تو سری آ سوم شد و بوفون هم به هیچ دستاوردی نرسید. اما تو تیم سال یوفا برای 3مین بار اسمش به چشم میخورد. 2 فصل بعد از اون هم براش خیلی عادی پیش رفت و 2 بار قهرمان لیگ شد و جایزه گلر سال سری آ رو هم 2 بار مال خودش کرد. تو سال 2006 چندین بازیکن سری آ به علاوه بوفون درگیر رسوایی دخالت تو شرط بندی شدن. این ماجرا باعث شد جایگاهش تو تیم ملی ایتالیا به خطر بیفته، اما خیلی زود تونست ثابت کنه هیچ ربطی به داستان شرط بندی نداشت و ماجرا رو به این شکل حل و فصل کنه. ولی تیم یوونتوس نتونست بیگناهیش رو ثابت کنه و 2 عنوان قهرمانیش ازش گرفته شد و برای جریمه از سری آ حذف شد و به سری بی رفت. همه این ماجراهای عجیب درست زمانی اتفاق افتادن که جام جهانی شروع شده بود. ایتالیا صدرنشین گروهش شد و بوفون هم فقط 1 گل دریافت کرد. بعدش استرالیا، اوکراین و آلمان رو از پیش رو برداشتن و بوفون هم دروازش رو بسته نگه داشت. تو فینال مقابل فرانسه قرار گرفتن. تو طول مسابقه چندین بار بوفون دروازه ایتالیا رو نجات داد و در نهایت با نتیجه 1-1 کار به ضربات پنالتی کشید. این بار بوفون هیچ پنالتی مهار نکرد، اما چون پنالتی ترزگه به تیر افقی دروازه برخورد کرد، ایتالیا قهرمان جهان شد. با وجود اینکه بقیه سال رو تو سری بی بازی کرد، بوفون برای توپ طلا جایگاه دوم رو کسب کرد و تبدیل به 4مین گلر تاریخ که نامزد توپ طلا شد و 2مین گلری که تونست جایگاه دوم و یا اول رو بعد از لو یاشین که تو سال 1963 توپ طلا رو برده بود شد. اون فصل قهرمان سری بی شدن و دوباره به سری آ برگشتن که بوفون هم یکی از مهره‌های کلیدیشون بود. فصل بعدش هم تو سری آ 3 شدن و بوفون هم برای 7مین بار به عنوان بهترین گلر سری آ انتخاب شد و دوباره نامزد دریافت توپ طلا شد. تو سالهای آینده یوونتوس با بحران جدی مواجه شد، چون خیلی از بازیکنای اصلیشون به خاطر حذفشون باشگاه رو ترک کردن. اونا عنوان بعدیشون رو تو سال 2012 برنده شدن که اون سال هم قهرمانیشون به خاطر عملکرد بی‌نظیر بوفون تو دروازه بود. خود بوفون میگه بعد از فینال جام جهانی بهترین لحظه دوران حرفه‌ایش همون لحظه قهرمانی تو سال 2012 بود. سال بعد بازیکنایی مثل کیلینی، بونوچی و بارزالی به تیم اضافه شدن و تبدیل به قوی‌ترین دفاع اروپا شدن و فقط 16 گل تو کل فصل دریافت کردند. تو همون سال بعد از جدایی دل پیرو بازوبند کاپیتانی به بوفون رسید. عملکرد فوق‌العاده بوفون باعث شد تمام جوایز مربوط به گلرها رو از آن خودش کنه. تو سال 2015 بعد از اینکه تو نیمه نهایی رئال مادرید رو شکست دادن، بوفون برای 2مین بار به فینال لیگ قهرمانان رسید. از آخرین باری که این اتفاق افتاده بود 12 سال گذشته بود، ولی بوفون دوباره تو بازی فینال حضور داشت. تو اون بازی با گل‌های نیمار، سوارز و راکیتیچ بارسلونا برنده مسابقه شد. اما بوفون تونست جلوتر از ترشتگن گلر منتخب تیم یوفا باشه. تو فصل بعد یه رکورد باور نکردنی تو سری آ از خودش به جا گذاشت. 974 دقیقه گل نخورد و 21 کلین شیت به نام خودش ثبت کرد و بازیکن سال یوونتوس شد. تو فصل 2016-2017 دوباره به فینال UCL رسید و خیلی آماده به نظر می رسید. اون بازی یکی از به یاد موندنی ترین بازی های تاریخ لیگ قهرمانانه، مخصوصاً برای رئالی ها. رونالدو درست 20 دقیقه بعد از شروع بازی اولین گلش رو وارد دروازه بوفون کرد و جالب اینجاست اولین شوتش تو اون بازی بود که بعدش به دوربین نزدیک شد و یه خوشحالی ویژه داشت. یک شوت، بوم! رونالدو موفق شد یک بار دیگه بوفون رو مغلوب کنه و در نهایت بازی 4-1 به پایان رسید و بوفون هم 3مین فینال لیگ قهرمانانش رو بازنده به رختکن رفت. تو پایان سال 2017 بوفون تو رقابت‌های توپ طلا 4م شد
که با وجود 39 سال سنش دستاورد واقعا بزرگی به حساب میاد. فصل بعدش بوفون یه بار دیگه با رئال مادرید و رونالدو روبرو شد. این بار تو نیمه نهایی لیگ قهرمانان. بازی رفت براشون افتضاح بود و رونالدو هم 2 گل مقابلشون به ثمر رسوند که یکی از گلهاش همون برگردون معروفشه. به نظر میرسید یوونتوس کارش تموم شد، اما تو بازی برگشت عملکرد بی‌نظیری از خودشون نشون دادن و امیدها رو دوباره زنده کردن. یوونتوس 3-0 از رئال مادرید جلو افتاد، ولی تو دقیقه 92 رونالدو جلو کشیده بود تا از پاس واسکز استفاده کنه که برناتی روش خراب شد و به نفع مادرید پنالتی اعلام شد. بوفون کنترلش رو از دست داد و با داد و بیداد با داور حرف میزد که در نهایت کارت قرمز گرفت. رونالدو اون پنالتی رو تبدیل به گل کرد و یک بار دیگه رویای قهرمانی بوفون تو لیگ قهرمانان رو نابود کرد. فصل بعد تو پی اس جی به کارش ادامه داد، جایی که تو اولین فصلش لیگ فرانسه رو برد و تو لیگ قهرمانان هم توسط منچستر یونایتد از دور مسابقات کنار رفتن. تو همون سال رونالدو به یوونتوس پیوست و بوفون هم که رابطه نزدیکی با رونالدو داشت و همیشه میخواست باهاش توی تیم بازی کنه، تصمیم گرفت به یوونتوس برگرده و به عنوان گلر دوم نیمکت نشین شزنی باشه. بوفون واقعاً یکی از اسطوره‌های این بازی جذابه که با سیف‌های فوق‌العاده‌اش سالهای سال از دروازه تیم‌های مختلف مراقبت کرد. تنها حسرت این گلر بزرگ قهرمانی تو لیگ قهرمانانه که هیچ وقت نتونست به دستش بیاره. اسطوره بزرگ ایتالیایی‌ها امسال و در حالی که 45 سال سن داشت با تیم پارما از دنیای فوتبال خداحافظی کرد.